لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. حجم و متایبه، طنز و لطفای نمکین و تند و ذوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین. جوراب بازار صابیر. شب بازار صابیر مهمان اشور سفر میگردد. او مهمان رو خوب ضیافت میکند و سحر تا فرودگاه میگسلاند. 10 دقیقه پیش از پرواز بازار صابیر میبیند که در یک پایش جوراب است و در پای دیگرش نی. اکای اشور، یک جورابم رو در خانه شما فراموش کردم. با تأسف میگوید او و گمان میکند که اشور سفر کس فرستاده جوراب رو میآورد. خدا گیره هوشت روی، میگوید اشور سفر اینش رو هم برا رو با من ده که ویش بکار ماند. لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. حجم و متایبه، طنز و لطفای نمکین و تند و ذوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین. لحظه تفریح. در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمتاللهیف، محرر لطفیه قربانова.